سلام به همه دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من نفس هستم، مربی یوگا و مدیتیشن. امروز اینجام که به شما یاد بدم چطور در وضعیت صحیح مدیتیشن قرار بگیرید. برای انجام مدیتیشن 3 نکته رو باید رعایت بکنید. اول اینکه یک مکان کاملا آروم و ساکت رو پیدا بکنید. دوم اینکه با ستون فقرات کاملا صاف و کشیده قرار بگیرید و سوم اینکه تمام تمرکزتون رو بیارید به دم و بازدمتون. برای انجام این کار بهتره که از کوسن استفاده کنید یا بالش. کوسن و بالش رو میذارید زیر باسنتون، روش میشینید، پاها به صورت ضربدری جلوی هم قرار میگیره. این کار باعث میشه که سطح باسن شما از زانوهاتون بالاتر قرار بگیره و شما بتونید تایم طولانی‌تری رو با ستون فقرات کاملا صاف و کشیده بشینید. دستاتون رو میذارید روی پاهاتون، دست‌ها میتونه به سمت زمین باشه یا به سمت آسمون باشه، هیچ فرقی نمیکنه. دستا رو میذارید روی پاهاتون و تمام تمرکزتون رو میارید به دم و بازدمتون. آروم چشماتون رو میبندید و شروع میکنید به دم و بازدم. اگر نشستن تو این وضعیت براتون سخته، میتونید پشتتون رو بچسبونید به دیوار. فقط باید توجه داشته باشید که سرتون از دیوار حتما فاصله داشته باشه. برای کسایی که مشکل زانو دارن و نمیتونن به صورت 4 زانو روی زمین بشینن، میتونن از مبل یا صندلی استفاده کنن و لبه مبل یا صندلی بشینن. به این صورت که لبه مبل یا صندلی میشینیم، کف پاها کاملا در تماس با زمین، پا کاملا زاویه 90 درجه داره، ستون فقرات کاملا صاف و کشیده است و به آرومی دست‌ها رو میذارید روی پاها و تمام تمرکزتون رو میذارید روی دم و بازدمتون. و حتی برای کسانی که به هر دلیلی نمیتونن در وضعیت نشسته مدیتیشن کنن، در نهایت میتونن در وضعیت خوابیده مدیتیشن کنن. به این صورت که به پشت دراز میکشیم، دست ها کنار بدن، کف دست ها به سمت آسمان، پاها از هم فاصله دارن، انگشتای کوچیک به سمت زمین، بدن کاملا آرام و رها و تمام تمرکزتون رو میارین به دم و بازدمتون. و برای خارج شدن از این وضعیت ابتدا کف پاها رو میزنید روی زمین، به یک پهلو میچرخید و به کمک دست در وضعیت نشسته قرار میگیرید. نکته که در حین مدیتیشن باید بهش توجه کنید این هستش که وقتی شما در وضعیت مدیتیشن قرار میگیرید، امکان داره افکار به سراغتون بیاد و شما رو ببره به گذشته و آینده که کاملا طبیعی هست و هیچ اشکالی نداره. و وقتی افکار به سراغتون اومد، شما فقط بهش آگاه باشید، ببینیدش، مشاهدهش کنید، قضاوتش نکنید و رهاش کنید و دوباره تمام تمرکزتون رو بیارید به دم و بازدمتون. امیدوارم که مدیتیشن رو انجام بدید و تغییراتش رو توی زندگیتون ببینید. نماسته.